عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. والاترین نعمت دنیا که هیچ نعمت با آن مساوی و برابر نمی شود، اون جز ایمان و عمل صالح چیزی دیگر نیست. اما والاترین نعمت جهان آخرت کدام نعمت است؟ نعمت حورالعین بهشت که در آفتاب و مهتاب نقصان عیب شاید مشاهده بشد، اما در اونها نقص نیست، نقصان نیست، عیب نیست. والاترین نعمت جهان آخرت شاید شما فکر میکنید قصر و قصور و آپارتمان های بهشت است که همش ساختشان از زبرجد، از معدنهای گرانبایه و گران قیمت دنیا ساخته شدند. عقل از تعقل قاصر، فکر از تفکر قاصر، قلب از تفکر قاصر. اما اینها بالاترین نعمت جهان آخرت نیستند. والاترین نعمت جهان آخرت شاید شما فکر میکنید دریاها، نهرها، عسلها و نسیمهای بالآخرت بهشت است، اما هیچ کدامی نیستند. والاترین نعمت جهان آخرت که هیچ نعمت با آن مساوی و برابر نمی شود جز دیدار خدا، لقای الله، ملاقات با خدای رؤوف و مهربان می باشد و بس عزیزان.